به نام حضرت آن دوست که هرچی داریم از اوست. سلام به فرستادگان آن دوست و درود بر یکایک شما حاضرین محترم، هموطنان عزیز. باید یادآور شویم که امروز برای ما تاجیکان و تاجیکستانیان خیلی روزی مقدس است. استقلالیت کشور، روزی که ما تاجیکستانیان وابستگی خود را رها کرده ساختن سرنوشت خود را به دست خود گرفته ایم. شما و تمام هموطنان عزیزم را برای این روز، برای استقلالیت کشور عزیزمان تاجیکستان تبریک و مبارکباد میکنم. استقلالیت کشور ما 27 سال را پره کرد. ما در 27مین سالگرد استقلال کشور خود قرار داریم و در این مدت از نسیم این استقلالیت باید تمام تاجیکستانیان به صورت فردی و به صورت حزب و تشکیلات‌های سیاسی برابر زندگی و استفاده می‌کردند. اما با کمال تأسف این گونه نشد و این استقلالیت به نام یک نفر یا اینکه به نام یک گروه مخصوص قرار گرفت و هر کسی که چی به صورت شخصی، فردی و یا گروهی و حزبی به آن شخص محقول نمیشد یا از بین برداشته شد یا به زندان کشیده شد یا از کشور رانده شد. حالا در این لحظه که ما و شما قرار داریم و مناسب به این روز استقلالیت حرکت ها، حزب های سیاسی و شخصیت های علاهده سیاسی که از روند نادرست مقامات کشور در نسبت منفعت کشور تاجیکستان، منفعت های ملی، فرهنگی و مذهبی مخالفت دارند و این روند را برای کشور و برای مردم آن چیزی را که مقامات رهبریت سیاسی کشور تاجیکستان پیش گرفتند زیان آور و تاجیکستان را در نهایت به یک کشور قفامانده در عرصه جهان رسانیدن می‌دانند، امروز در این روز مقدس، در روز استقلالیت کشور گرد هم آمدند تا یک پیمان را به نام پیمان ملی تاجیکستان تشکیل و سازمان بدهند و امروز مناسب است بروزی به امضارسی پیمان ملی تاجیکستان. حالا من همه شما را، هموطنان عزیز، حاضرین محترم را در حضور شما مراسمی به امضارسی پیمان ملی تاجیکستان را کشاده اعلان میکنم.
خوش آمدید به چاره‌بینی به امضارسی سازشنامه پیمان ملی تاجیکستان. اعلامیه تأسیس پیمان ملی تاجیکستان با در نظر گرفتن ضرورت اتحاد برای مقابله با سالها دیکتاتوری بی‌قانونی و بی‌عدالتی، ناکارآمدی و کجرفتاری ها که تاجیکستان را به یکی از 4 کشور فقیرترین دنیا تبدیل داده است، غیر قابل قبول و غیر کنستیتوسیونی بودن تبدیل یافتن تاجیکستان به سلطنت خانوادگی با توجه به ضرورت اصلاحات ریشه‌ای در برابر رشد تهدیدها به کشور به خاطر فساد سراسری مقامات دولتی، مسئولیت خود در برابر نسل حاضر و آینده تاجیکستان را احساس نموده، ما نمایندگان جامعه شهروندی، تشکیلات‌های جمعیتی و حزب‌های سیاسی که در زیر امضای خود را گذاشته‌ایم، بهر تطبیق ساختار دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی در تاجیکستان با مقصد ایجاد شرایط حقوقی و اقتصادی برابر برای آبادی هر خانواده همچون اساس رشد، ثبات و شکوفایی کشور، برای ساختن جامعه هماهنگ و مسئول با وجود تنوع و گوناگونی شهروندانش، جامعه که روحیه احترام متقابل، تحمل، دستگیری و برابری بین شهروندانش حکم فرماست، جامعه که معنویت و ارزش‌های والای انسانی افرادش را گرد هم آورده و در یک کلام برای ایجاد زیربنای خانه مشترک همه ما که در آن وحدت ملی واقعی حاکم باشد، وحدت برخواسته از هر یک از ما و محافظت کننده هر کدام ما را به منظور ایجاد و حفظ شرایط برای احیای حقوق هر شهروند، حق آزادی بیان، اندیشه، وجدان، جماعت و گردهمایی، حق حیات، مهنت، رفت و آمد، حق دریافت خدمترسانی با صفت طبی، آموزش، حق تأمین شدن به منزل، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و دیگر حقوق‌های اساسی انسان و شهروند. به خاطر ایجاد و حفظ شرایط برای برگزاری انتخابات‌های آزاد و شفاف در همه ساخت‌ها، ایجاد یک پرینسیپ بیچون و چرا برای انتقال مسالمت‌آمیز و قانونی قدرت در مدت معین شده برای همگان به منظور انجام اصلاحات ریشه‌ای و همه‌جانبه جهت بنای یک کشور قوی و از نظر اقتصادی رشد یافته که سیاست دوستی و همکاری را چی در رابطه‌های دو جانبه و چی در شکل‌های دیگر برای منافع ملی پیش می‌برد، با توجه به آنکه همه ما آزاد تولد شده ایم، با استفاده از حق فطری خود در تأسیس سازمان‌ها اعلام می‌داریم. ما امروز در 27مین سالگرد قبول اعلامیه استقلال تاجیکستان که با درخواست نیروهای اصلاحات خواه در تظاهرات در دوشنبه در مقابل بنای پارلمان صورت گرفته بود، با ادامه مبارزه کسانی که برای استقلال تاجیکستان تلاش کرده اند، تمام نیروهای خود را
متحد ساخته پیمان ملی تاجیکستان را که روی آن برای همه باز است تأسیس نمودیم. انجمن آزاداندیشان تاجیک جنبش ملی اصلاحات و رشد تاجیکستان، اساسیه مهاجرین آسیای مرکزی در اتحاد اروپا، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، 9 سپتامبر سال 2018 ورشوا پایتخت لهستان. هموطنان عزیز، رئیسان رهبران حرکت‌های در اپوزیسیون بوده تاجیکستان، کسانی که امروز اینجا جمع اومدند برای تأسیس پیمان ملی تاجیکستان، حالا خواهش میکنیم از رهبران یا نمایندگانی که این سازشنامه را به امضا میرسونند جایهای خود را در صدر مجلس اختیار کنند. انجمن آزاداندیشان تاجیک، استاد حلیم شیرزمان. جنبش ملی اصلاحات و رشد تاجیکستان، برادر شرف الدین گدایف. انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اتحاد اروپا، الهام جان یعقوب. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، استاد محیدین کبیری. حالا استادان و مسئولین محترمی که در اینجا برای امضا کردن آماده شده اند، با تمام مسئولیت آنچه را که در اعلامیه بیان کرده شده است به عهده دارند و برای انجام او تمام سعی و تلاش خود را آماده هستند که بکنند. حالا خواهش میکنیم که امضای خود را با کمال مسئولیت هموطنان عزیز، همه شما را به این سنه خیلی هم مهم، سنه به امضارسی سازشنامه پیمان ملی تاجیکستان مبارکباد میکنم و شخصیت مسئولین را که این کار را انجام دادند.
هموطنان عزیز، باید در نسبت پیمان ملی تاجیکستان چند نکته را یادآور بشویم و ضروری هست که اون را هم یادآور بشویم. واقعا خوف و خطر استقلالیت تاجیکستان، حفظ ثروت و فرهنگ و ارزش‌های ملی تاجیکستان امروز در خطر قرار دارد که در ابتدای استقلالیت چنین خطر را نداشت و این چیز را شهروندان تاجیکستان، حرکت‌های سیاسی که برای منفعت تاجیکستان کار و فعالیت می‌کردند به خوبی این را درک کردند و از سال 2015 این جانب با هر آن چیزی که برای از بین بردن منفعت تاجیکستان و استقلال تاجیکستان است تلاش خود را کردند. با هر راه و واسطه این را به هر نقطه هایی که لازم بود رسانیدند و گوش خود مقامات تاجیکستان به مردم شریف تاجیکستان، اما گوش شنوا از طرف مقامات تاجیکستان برای اصلاح و تغییر سیاست خود نداشتند و همان گونه در غفلت و تکبر و آن چیزی که تا امروز را کردند ادامه دادند. بنابر همین از 2015 تا این جانب تقریبا 3 سال مداوم این حرکت ها و سازمان ها و شخصیت های الهیده که در خارج کشور هستند برای تأسیس این پیمان ملی تلاش و زحمت های زیاد را کشیدند. حتی برای نامگذاری پیمان ملی که تقریبا پیش از 6 ماه گفت و شنیدها در این بارها گذشت و به این خلاصه رسیدن که یک سازمان را به نام پیمان ملی تاجیکستان تأسیس داده شود و برای کشور و برای ملت تاجیکستان خدمت بکند. و امروز ما میبینیم که ما در این روز خیلی هم برای ما مقدس به این آرمانی که از ما سعی و تلاش و خدمت را میخواهد رسیدیم. حالا این سازشنامه ملی به امضا رسید. همه شما را، هموطنان عزیز را تبریک میکنیم و از خداوند تبارک و تعالی میخواهیم با کمکش، با دستگیری مردم و مردم شریف تاجیکستان ما را به قله‌های بلندی از آرزوها و آرمان‌هایمان برساند. سلامت باشید.